خب وایسا، چی شد؟ الان چه سالی هستیم؟ شوخی کردم، ولی تقریبا 3 ماهه که غیبم زده و دلیل قانع کننده ای ندارم. مثلا چند وقتی که نبودم چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا من نبودم؟ کجا بودم؟ چیکار میکردم؟ الان کجاییم؟ کلیشه‌ای شده ولی میخوایم تو این ویدیو راجبش مفصل صحبت کنیم. برگردیم به 3 ماه قبل، موقعی که هنوز فینال چمپیونز لیگ برگزار نشده بود که یهو بوم جنگ داخلی رخ داد. من همه چی ما دست دادم، بهترین دوستم تو بغلم جون داد و شهری که توش زندگی می‌کردم رو سرم خراب شد و واقعا میدونم باور نکردنیه. چیه؟ واقعا فکر کردی باور میکنم باورت شده؟ به هر حال بگذریم. دلم نمیخواد توضیح بدم که چرا نبودم، مطمئنا به پشمتم نیست، ولی بازم دلم نمیخواد شما هم فکر نکنم اونقدر کنجکاو باشید. از همه اینا که بگذریم یه مرور کنیم که چه اتفاقی افتاد تو این چند وقتی که نبودم. پیش بینی درست از آب در اومد، دورتموند و رئال رفتن فینال، همونطور که گفته بودم. نه خب قبلش هم گفته بودم که برد رئال تو فینال خیلی احتمالش بیشتره. من حالا یه چیزی از سر دلسوزی گفتم. خلاصه لورکوزن هم که تو کل فصل یه باختم نداشت، دقیقاً همون جای باخت که نباید میباخت. خلاصه وایسا، لیگ کنفرانس رو کی برد؟ خلاصه فصل تموم شد و پنجره نقل و انتقالات گشوده شد، البته برای تیمایی مثل چلسی و حساس‌ترین و بهترین تورنمنت برای سلطان یورو، کوپا دل ری، کوپا آمریکا و بعدش هم که المپیک. تو یورو که اوایل دنبال نمی‌کردم ولی رفته جذاب شد، کلی سوپر گل خفن دیدیم، بازی‌های خفن. کوپا که راست حسینی بخوام بگم اصلا دنبال نکردم. آخه مرد حسابی کی تا 4 صبح بیدار میمونه کوپا ببینه؟ اکوادور، شیلی، چه بدونم، جزایر، ماداگاسکار کجاست؟ اصلا بیخیال. نه که یورو هم همش فرانسه اسپانیا باشه، جزایر قناری و قبرس شمالی و غربی و لیتوانیا و والا بگذریم. همون اول مشخص بود مدعیای یورو کیا بودن. البته واسه کوپا هم همچین چیزی اتفاق افتاد. فرانسه که تو کل تورنمنت یا پنالتی گرفتن یا بازیکن‌های حریف گل به خودی زدن. انگلیس هم با یه لشکر بازیکن 100 میلیونی که همشون هم با غرور به هم پاس میدادن آخر سر تو فینال به اسپانیا کبیر باختن. آلمان هم که تیم خوبی بود، تو مرحله گروهی خوب شروع کرد ولی تو مرحله حذفی به اسپانیا خوردن. اونجا من دوست داشتم تو فینال به هم بخورن ولی خب چه میشه کرد. پرتغال هم تو کدوم بازی بود خدا یادم رفته، سلطان یه پنالتی خراب کرد ولی تو پنالتی‌ها سهم خودش رو گل کرد. آخه مرد حسابی گریه چرا؟ ایتالیا اصلا بود. هرچی فکر میکنم بازی‌های ایتالیا رو یادم نمیاد، اینقدر کم فروغ بودن. آخر سر اسپانیا لامصب خدایی خفن بازی کردن، از حق نگذریم. کاری ندارم که نصف بازیکناش بارسایی بودن، البته اصلا به اون کاری نداریم، ولی خب محشر عالی، به حقشون هم رسیدن، عالی نباختی. تو کوپا برزیل و اوروگوئه و چه بدونم مکزیک و اینا همه با اون همه ستاره حذف شدن. آخر سر آرژانتین قهرمان شد مثل همیشه. این دوتا تورنمنت به خوبی و خوشی گذشت. المپیک، یه چیزی بگم، نمیخوام راجع به المپیک حرف بزنم چون دلیل خاصی ندارم. خب تورنمنت آنچنانی نیست واسه فوتبال دوست ندارم راجبش لب سخن بگشایم. از اینا که بگذریم میرسیم نقل و انتقالات. لاک پشت معبود بالاخره بعد از 7 سال پیچوندن رئال و تیغ زدن ناصر خلاف به رئال پیوست و همچنان جهان پهلوان بابی چارلتون هم که قرار بود وقتی 18 سالش بشه به رئال بیاد. بارسا هم که گاتپورتا آهی در بساط نداشت، فقط دنی اولمو منظورم بود رو خریدن، در عوض خروجی‌های زیادی داشتن. بهترین بازیکن فصل پیششون هم که مف رفت. اتلتیکو مادرید هم 90 میل بی زبون به شکم گاو زد و رفت و نیمکت نشین هالند رو خرید. مهدی کوسوا آقا مهدی طارمی هم به اینتر پیوست تا نیمکت اینتر خالی نمونه. از اینا که بگذریم تو لیگ جزیره هم وقت نمی‌کنم همش رو بگم، چند تا مهم که نگید نگفت دیگه. تنها کدید کار دیگه نمیتونه بکنه، رفت دلیخت رو خرید که شاید از این برکت اون یه فرجی بشه، قهرمان بشه. سیتی هم که فعالیت آنچنانی نداشت. چلسی کبیر باید دنبال اتوبوس بگردن که بشه 49 تا بازیکن رو توش جا داد. آرسنال هم که میبینه بقیه تیم‌ها یه بازیکن نچندان خوب رو گذاشتن برای فروش، مشتری اول. استرلینگ با این حرکتش ثابت کرد که این میتونه واقعی باشه. اینا تقریبا مهمتریناشون بودن دیگه. برگردیم بارسلونا. مدیرای بارسا دیگه کم کم دارن رو اسپرم مردای اسپانیایی سرمایه‌گذاری میکنن، میانگین سنی رو فقط. عمو پرز هم برگشت گفت دیگه بازیکن تو دنیا نیست که به رئال بخوره، پس ما هم دیگه خرید نداریم. عجب. این بود خلاصه تابستونی که گذشت. فصل با بازی رئال و آتالانتا سر سوپر جام شروع شد. امباپه تو بازی اول یه گل یه جام، بعد کم کم فصل‌ها شروع شدن و الان اینجاییم. به نظرم خیلی خلاصه کردم. البته یه ویدیو دادم بیرون بعد 3 ماه، اونقدرم نباید طولانی باشه. بریم ببینیم ادامه فصل چی میشه. قهرمان این فصل کیان؟ دوست دارم تک تک بازی‌ها رو ببینم. این از عشق به فوتبال. تا یه ویدیو دیگه، بوس فعلا.